بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، چگونه که برای شخصیت مسلمان منهج تربیوی او کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و الله سبحانه و تعالی برای بندگانش هر موسمی را خاص قرار داد از برای نزدیک شدن به او سبحانه و تعالی و این هدایت را توسط پیامبران بر بندگانش رسانید تا اینکه این بندگان این هدایت را بپذیرند و قبول نمایند و به سوی آن قدم زننده باشند. و رساله اولی که ما در این روز داریم با همراهی شمایان برادران و خواهران گرامی قدر و گرامی، مرحبا به شهر رمضان، مرحبا به شهر روزه‌داران. برادر گرامی و خواهران گرامی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد، و درسته که این ماه رمضان ماه مبارک کبیر معناهای زیبایی دارد و ذکریات‌های زیبایی هم در نفس‌های مسلمانان قرار می‌دهد و درسته که این ماه مبارک ماهی است که یک ذکر یادی‌های گوناگون چی در گذشته باشد چی در حاضر باشد در قلب‌های مؤمنان قرار می‌دهد. چون این ماه مبارک یک ماهی است که از شیرین‌ترین ماه‌های این 12 گانه است و شب‌های این ماه مبارک ماه رمضان باشد یکی از نیکوترین شب هاست و ساعت‌هایش باشد از زیباترین ساعت‌ها و روزهاست. از شهر مبارک است، این شهری که نفس‌ها آمادگی می‌بینند، نفس‌های مؤمن این ماه را استقبال می‌کنند و روح‌های زکی را به فرارسی این ماه مبارک بشارت می‌دهد که با رسیدن این قدوم ماه مبارک قلب‌ها روشن می‌شود و خرسند می‌گردد. قلب‌های مؤمنان که مطمئن هستند با قدوم این ماه مبارک خوشحال و خرسند می‌گردند که این در برگیرنده تمام معناهای خیر است، در برگیرنده تمام معناهای برکت است و سعادت و آرامش را در قلب انسان قرار می‌دهد. یک خرسندی قلب‌های مؤمنان را امروزها فرا می‌گیرد و خوش آمدید میگوید این ماه مبارک را. چگونه که شاعر می‌فرماید: مرحبا اهلا و سهلا بالصيام، مرحبا خوش آمدی ای ماه روزه. یا حبیبا زارنا فی کل عام، ای حبیبی که هر سال ما را زیارت میکند. قد لقیناک بحب مفعم، به درستی که ما تو را ملاقات کردیم ای ماه مبارک با یک حبی محبت عمیق. کل حب فی سوى المولى حرام، و هر محبت غیر محبت الله حرام است، این بسنده نیست. ماه مبارک رمضان یک موسم است که تمام امت اسلامی چی در شرق باشد چی در غرب باشد در هر جایی که قرار دارند نابسته از جنس و ملتشون این ماه مبارک را استقبال میکنند. تمام مردم مسلمان ها در تمام گوشه و کنار عالم از برای ادای این عبادت های نیکویی که در این ماه مبارک معین شده است از فریضه های مخصوص انجام میدهند. گاه این ماه مبارک هنگام فرا میرسد نفس های مردم با همدیگر در مسابقه در کارهای خیر سبقت میکنند، چون روزهای این ماههای کریم است و شبهای این ماههای مبارک است. و قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده اید روزه ماه رمضان برای شما فرض گردانده شد. کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، این روزه ماه مبارک برای شما فرض گردانده شد چگونه که برای امتان پیشینم فرض شده بود. لعلكم تتقون باشد که با واسطه این روزه داشتن شما از بندگان متقی و پرهیزگار قرار بگیرید. سوره بقره آیه 185. بندگان الله در این روزها روزه می دارند، روزهای این روزها را روزه می دارند و شبهای این شبها را با قیام شب زنده داری میکنند و در نزد پروردگار خود راست می ایستند. وقتهای خود را با ترتیب میگذارند، با ذکر یاد الله سبحانه و تعالی، با تلاوت قرآن کریم، با تدبر و تفکر و تأمل
در معناهای این کلام الله سبحانه و تعالی. در این ماه مبارک بندگان الله سبحانه و تعالی به سوی الله رجوع میکنند، از وقتهای خود استفاده میبرند و این وقتها را با طاعت و عبادتها، با عبادتهای چی فرضی و چی نفلی انجام میدهند، بذل میکنند، صدقاتی بیشتر میدهند و هدیه ها و نیکوکاریشان بیشتر میشود که در غیر این ماه مبارک این کارها دیده نمی شود. همین است که الله سبحانه و تعالی می فرماید یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، آنها فضل الله را می طلبند، رضایت الله و فضل او سبحانه و تعالی را خواهان هستند. در سوره مائده آیه دوم. پس ای برادران اسلامی، خواهران گرامی قدر، روزهای اندک فرا رسیده است که عزم و جدیت را نشان بدهیم بر حسن استقبال این مهمان مبارک، اینکه آماده بسازیم نفسهای خود را بر مناسبت این ماه مبارک عظیم. آیا آماده هستیم این ماه مبارک را آنگونه ای که میخواهد الله از ما آن را آنگونه پیشواز بگیریم، روزهای آن را با ایمان و اجر پاداش روزه بداریم و شبهای آن را با قیام شب و طاعتها، دقیقه های آن را با ذکر یاد الله سبحانه و تعالی صرف نماییم، از امرهای او سبحانه و تعالی اطاعت و فرمانبرداری کنیم و از نهیهای او دوری بجوییم. و درسته که برادران و خواهران گرامی این امر عادی و آسان است برای آن کسی که الله برای او این آسانی را بیارد. این ماه کریم است. الله سبحانه و تعالی در این ماه قضاوت می کند که شیاطین بسته شوند و درهای جنت برای بندگانش گشاده گردد و درهای جهنم بسته بگردند و بر مسلمان است که عزم قوی و جدی داشته باشد، یک صحیفه جدید، صحیفه نوی حیات خود را از این روز بکشاید و در آنجا اعمال نیک را جمع آوری نماید، با طاعتها، با عبادتها، بر زیاد اعمال نیک انجام دادن. از الله سبحانه و تعالی طلب می‌نماییم که ما و شما را به این ماه مبارک برساند و ما و شما را از جمله آن بندگان قرار بدهد که این ماه را با ایمان و احسان و اجر روزه بداریم و توفیقمون بدهد که این ماه را ماه مبارک است، ماه مبارک در حیات خود بگردانیم با اعمال خیر و شبهای آن را نیز با طاعت، عبادت و ذکر یاد الله با قیام شب زنده‌داری کنیم. از الله سبحانه و تعالی طلب می‌نماییم که ما را به این ماه برساند و این ماه را برای ما مبارک بگرداند. الحمدلله رب العالمین.